استخر میریم. تنها کاری که توی استخر نمی کنیم مبتنی و شناس. میشینیم این لبه استخر با هم شوخی میکنیم، جوک میگیم، سیب زمینی سرخ کرده سفارش میگیم. اون وقت اون ناجی غریق بیچاره 2 دقیقه انتهای تایم استخر سود میزنه بیان بیرون، همه میریزین تو آب. تو 4 ساعت وقت داشته شکار داریم. چرا لحظه باشه؟ بله شالا تو چه بیتابم من، میده بربادم من، یه دنیا فریادم من، تو رو که میبینم عاشق دیوونم، دنبال بازارگادم من. داشتم میگفتم حتی فیلم های ما ایرانی هم با همه دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی مادره وایستاده توی قسمت داره گریه میکنه، پسره میره پدره رو بغل میکنه. حالا مادر واقعی خودشا بالاخره یه محدودیت هایی هست. 4 خصوصیت عمده فیلم های ایرانی. 1، همیشه از اول فیلم معلومه که آخرش بگید چی میشه. 2، امکان نداره در یک فیلم ایرانی 2 نفر عاشق هم دیگه نشن. 3، شما هیچ وقت در یک فیلم ایرانی صحنه تصادف رو نمیبینی و صداشو میشنوی چون خرج داره. 4، یه دیالوگ حال به همزن و تکراری. منشی با اضطراب استرس از اتاق میاد بیرون. آقای رئیس، من بهشون گفتم شما جلسه داری، خودشون اومدن تو. بفهم اشکالی نداره، این شد فیلم ایرانی. آرامش خودتون رو فقط حفظ کنید. اگه باز به تو بد کرد بازم این سر گشته ایران، ببخشیش که پشید تعجب میکنم از شما علیرغم اینکه آقای محمود شهریاری اعلام کرد که برنامه شاد هست و شما هم کم بیش منو میشناسید. من واقعا تشکر میکنم از این 3 نفری که از اول دست میزنن. سایر عزیزان هم توی راحت باشن. تعجب میکنم حتی تردید داری تو این که بخوای هیجان خودتو یا شادی خودتو بروز بدی. ممکنه بعضا دنبال بهونه باشی. For example، برای مثال ممکنه بهونت مثلا قیمت پراید باشه. اصلا اون که من شنیدم حل شده. من شنیدم امروز پراید شده 7.5. ببین میخندی، برات جوک شده. اگر قبل از این کسی به تو میگفت پراید 8 تومن میگفتی برو پراید 7. الان که میگم میخندی چون باورت نمیشه. به یکی از دوستانم چندی قبل میگفتم فلانی میدونی آیا چرا در ایران پراید شده ملاک و معیار قیمت خودرو؟ گفت نخیر. گفتم به خاطر اینکه ما عادت کردیم کوچیک فکر کنیم. چرا هیچ کس نمیگه مازراتی چند؟ 1 میلیارد خورده ای قیمتش. بنز اس500 چند؟ پرش پانمرا چند؟ گیر دادی به پراید. یکی از راههای رسیدن به خدا پراید بود که اونم که نشد. آره دیگه، پراید میخریدی، تصادف میکردی، یه راست میرفتی پیش خدا. داستان همینجا تموم میشه. همین مازراتی که گفتن محصول کشور ایتالیاست. در همین کشور ایتالیا خودرویی تولید میشه تحت عنوان بوگاتی ویرون. بوگاتی ویرون از نظر ابعاد و اندازه پراید تقریبا بات، اما بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت داره. اون وقت پراید 63 خر بی بخار. همه میرن از بس لحظات دستا مجا بالای مامان. هنو اینجوری به من نگاه نکن، با نگاه قلب منو صدا نکن، منو بس منو دیوونه نکن، ما تو دست باد شونه نکن. گل دریا، گل دریا، گل دریا،
پریا خانوما گل پریا ناز پریا روی چمن ها خط زدن و عر زدن و ببینید عزیزان، من یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم شما دارید از سادگی من سوء استفاده میکنید. خواهش میکنم که من رو حداقل کنترل کنید. اگر اینجوری نباشه معلوم نیست بعد از این من قراره از جنیفر لوپز بخونم چه کار کنم. شماها بهتر از من میدونید که من چه حساسیت شدید روی دست دارم. وقتی که تنین صدای دستهای شما از یه حدی بیشتر میشه دست خودم نیست، من دیوانه میشم. در ادامه صحبتم میخوام بگم که چقدر ما ایرانی ها انسان های باحالی هستیم. ببین این نمونهش، جایی که نباید دست بزنی من دارم حرف میزنم دست میزنم. واقعا تحسین برانگیزی این لجبازی شما. هر مشکلی که پیش میاد ببینید اگر به شما باشه بدتون نمیاد که من یک حرکت بدنی هم انجام بدم اینجا، منتها این حرکات عاقبت خوبی نداره. جوک درست میکنیم. یکی از بچه‌های همسایه ما 2 تا پراید داشت، الان مدتی نیست، فکر کنم زده تو کار ساخت ساز رفته خارج. اینقدر این قضیه رفت بالا. بعد موضوع پسته پیش اومد، انقدری که همین محمود شهریاری برای من SMS زد. این روزها تقریبا دمدمای عید بود. اگر از کنار یک آجیل فروشی رد میشی و از پشت شیشه خشکبار چشمت به این کیسه های پسته های خندان میفته، اگه دلت شکست مارم دعا کن. تا حدی که حالت تقدس پیدا کرد این موضوع. منم برعکس دادم، من انقدر گرفتارم که اصلا نمیتونم به پسته فکر کنم، اما اگه تو پیاز دیدی و اشکت در اومد از من یادی بکن.